خداوندا، قلب‌های خود را به سوی تو می‌گشاییم و از تو استدعا داریم که نیت و خواسته های دنیوی ما را از قلب و فکرمون خالی کن و در عوض آتش وصال به تو را در قلبمان شعله‌ورتر بگردان و ما را یاری بده که قلب و فکر خود را از خواسته و اراده تو لبریز کنیم و از آن اطاعت نماییم. خداوندا، تمنا می‌کنیم در این ساعت به نام عیسی مسیح زنده برای فرد شنوندگان عزیزمون برکت خاصی عطا کن. ما برای آنان دعا می‌کنیم، مخصوصاً برای کسانی که در تصمیم گیری مردد هستند و نمی‌دانند که چه قدمی رو باید بردارن. برای کسانی که فردایشون تاریک و مبهم است، برای آنانی که بر سر دوراهی زندگی هستند، ای پدر آسمانی، تمنا می‌کنیم به طریقی که خود برمی‌گزینی آنان را یاری بده، هدایت کن و هر نوع شک و تردید و تاریکی ها و نکات مبهم را از آنها دور نما، تا با هدایت تو و با اعتماد به اینکه تو با آنها هستی قدم بردارن و زندگی خود را در شادی و اطمینان و امید ادامه بدهند. این دعا را به نام مقدس منجی و نجات دهنده عزیز بشریت یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان، 11مین بخش از انجیل مقدس. ایمانداران عزیز و عاشقان محبت، با درود و فیض مسیحایی برنامه این ساعت را آغاز می کنم و از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به بخش 11 از کلام خدا، یعنی رساله‌ای که حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر فیلیپی نوشته است، بگشایید تا از فصل اول آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و نه فقط از کلام خدا تعلیم بگیریم، بلکه اجازه بدهیم که خدای مهربان قلب‌های ما را به سوی خود بگشاید و چشمان روحانی را به ما عطا کند تا چیزهای عجیبی رو یاد گرفته و از اسرار آسمانیش که در عیسی مسیح به ما آشکار کرده است به ما تعلیم بدهد. همانطور که می‌دانید این رساله از آن جهت به رساله فیلیپیان مسما می باشد که حضرت پولس آن را برای مسیحیانی که در آن شهر بودند می‌نویسد. شهر فیلیپی در شمال یونان واقع است. حضرت پولس برای اولین بار در سفر دوم بشارتی خود پا به اروپا می‌گذاره و پیام خدا یکتا را برای اولین بار به اروپا می‌آورد. او خاطرات بسیاری از این شهر داشت، نه فقط به خاطر اینکه نخستین کلیسای اروپا را تأسیس نمود، بلکه به خاطر اینکه آنانی که مسیحی می‌شدند و از بت پرستی دست می‌کشیدند به خاطر ایمان جدید خود حاضر بودند که جان خود را فدا کنند و آنان رسول خدا را بی اندازه ارج می نهادند و دوست داشتند و او را در سفرهایش کمک مادی نیز کرده بودند. و پس از سالها وقتی که پولس در زندان روم منتظر حکم مرگ خیش به خاطر اینکه پیام خدا یکتا را در میان بت پرستان رومی رسانیده بود میکشید، در حالی که زندانی زنجیری بود، این رساله را می نویسد تا نه فقط تشکرات قلبی خود را به آنان ابراز بدارد، بلکه درباره شادی هایی که نصیب ایمانداران به مسیح می شود آنان را آگاه کند. دانستن اینکه پولس در این ایام در زندان بود و منتظر ساعت مرگ خودش بوده، اما از شادی عجیبی سخن میگوید، صحبت از قدرت اعجاز آمیزی در زندگی او می نماید. صحبت از قدرتی می کند که رسول خدا بر اثر مشارکت با منجی زنده خود عیسی مسیح داشت. او حضور عیسی مسیح را در زندگی روزانه خود احساس می کرد. بر هیچ کس پوشیده نیست که انسان معمولی وقتی با مرگ روبرو میشه صدها سوال و گله از خدا و از مردم دارد و دائما دم از بی‌عدالتی و ناراحتی میکنه
و مأمورین حکم اعدام را به باد و ناسزا و مورد انتقاد قرار می‌دهد و چه بسا افسرده و غمگین و گریان شده شروع به التماس و زاری می‌کند. در چنین موقعی شاد بودن حماقت به نظر می رسد، ولی برای حضرت پولس مرگ معنی دیگری داشت. برای او مرگ به معنی وصلت به منجی خود و از همه مهمتر چون مسیح زنده را در کنار خود می دید و خود شاهد رستاخیز عیسی مسیح از مردگان بود، می دانست که اگر در ایمان به او وفادار باشد، مسیح زنده نیز او را از مردگان برخواهد خیزانید و به حضور خود راه خواهد داد. پولس احساس آرامی و رضایت و شادی زایدالوصفی در خود می‌کرد، زیرا ایمان کامل به مسیح زنده داشت. او می‌دانست که مسیح زنده است و خودش قول داده است که با من تا ابدالآباد خواهید بود. برای همین بود که می‌خواست همه از این شادی که بر اثر پایدار بودن در ایمان به مسیح به دست می‌آید بهره مند شوند و حالا در این رساله رو به مسیحیان فیلیپی کرده و میخواهد این شادی رو در زندگی آنها نیز ببیند. او از آیه 7 شروع به تشکر و تشویق و محبت نشان دادن به ایمانداران میکند و میگوید همه شما در دل من جا دارید و برای همین است که نسبت به شما بسیار حساس هستم و شما را بی اندازه دوست دارم. ما با هم در برکات خدا شریک بوده ایم، هم در زندان و هم بیرون زندان از حقیقت انجیل دفاع کرده ایم و خبر نجات مسیح را به گوش مردم رسانیده ایم. او از آنان به خاطر اینکه در راه رسانیدن مژده آسمانی به بت پرستان فعال بودند سپاسگزاری می کند. و در آیه 8 دنباله ابراز احساسات و سپاس خود میگوید زیرا خدا مرا شاهد است که چقدر در احشای عیسی مسیح مشتاق به شما هستم. یا فقط خدا میداند که عیسی مسیح چه محبت و اشتیاق عمیقی برای شما در من به وجود آورده است. کلمه احشای که در اینجا به کار برده اشاره به احساسات و روحیه ترحم می باشد. همان گونه که قلب را مرکز احساسات می دانند و آن را خانه محبت دانسته و سمبل عشق و محبت را قلب می دانند، هرچند مرکز احساسات انسان در افکار است و نه در قلب، به همین نحو نیز در قدیم وقتی می‌خواستند مرکز احساسات خود را تعیین کنند و عمیق‌ترین ابراز احساس نمایند، کلمه احشا را به کار می بردن، زیرا که در مقابل عوامل مختلف بسیار حساس است. علت این که قلب را مرکز محبت و عشق نهادن و این سمبل را برای سمبل محبت به کار می برند به این خاطر است که قلب مثل تلمبه کار می کند، یعنی خون از خود می فرسته تا به نقاط دیگر بدن برسد و محبت به معنی بخشش و خدمت کردن است و در نتیجه به سمبل محبت و عشق که به معنی از خود گذشتگی می باشد برگزیده شده است، زیرا می گویند قلب خون به بدن می رساند و محبت بخشش و رحمت و حیات را. پولس رسول می گوید محبت و اشتیاق و علاقه‌ای که من برای شما دارم از خودم نیست یا از طرف این نیست که من همینطوری خاطر خاطون شده باشم، بلکه این عیسی مسیح است که این محبت را در قلب من برای شما نهاده است. عیسی مسیح که منبع محبت است، او آن را در قلب من گذاشته و چون این محبت از جانب خداست بنابراین جاودانه و ازلی و بی‌ریا و خالص می باشد. محبتی که خلل ناپذیر است، هیچ نیرویی نمیتواند بر آن غلبه کند و آن را از بین ببرد و به اصطلاح امروزی پولس میگوید ای عزیزان تا خون در رگهایم است شما را از جان خود بیشتر دوست می‌دارم. و دوست عزیز من، دعای من این است که خداوند مهربان نیز امروز قلب‌های فرفردمان را از چنین محبت مسیحایی که عاری از کینه و خودخواهی و نظر است پر کند تا بتوانیم یکدیگر را با محبت خدایی محبت کرده و دوست بداریم. آیه 9 الی 11 میگوید و برای این دعا میکنم تا محبت شما در معرفت و کمال فهم بسیار افزونتر شود تا چیزهای بهتر را برگزینید و در روز مسیح بی غش و بی لغزش باشید و پر شوید از میوه عدالت که به وسیله عیسی مسیح برای تمجید و حمد خداوند است.
حضرت پولس در این دعای چند موضوع رو در دعاش برای ایمانداران شهر فیلیپی آشکار میکنه و در حقیقت خواسته های خود را برای ایمانداران به درگاه خدا می آورد. در آیه 9 میگوید ای عزیزانم، دعایی که در حق شما میکنم این است که محبتتون نسبت به یکدیگر روز به روز زیادتر بشه و دانش و بینش روحتان به حد کمال برسد. آرزوی قلبی پولس این است که ایمانداران به هم آنقدر نزدیک بشن که از برادر هم با یکدیگر صمیمیتر باشند. او دعا می کند که ایمانداران همه هممسلکان خود را محبت کنند. بعضیها خیلی راحت میشه دوست داشت. آدم‌هایی هستن که ما هیچ اشکالی نداریم و خیلی آسان میتونیم اونها رو دوست داشته باشیم و از بودن با آنها لذت ببریم، ولی افرادی هستن که بسیار مشکله که دوستشون بداریم و محبتشون کنیم، چون که طرز فکرشون، طرز معاشرتشون، طرز رفتارشون با ما فرق میکنه. ولی دوستان عزیز، خداوند نمیخواد که ما اینطور باشیم که بعضی‌ها رو دوست و بعضی‌ها رو دوست نداشته باشیم. خدا میخواد که همه ایمانداران را دوست بداریم. اما دقت کنید، پولس در این آیه نمیگوید که چشم بسته هر کسی هر وقتی که آمد محبت کنید و یاریشون بدهید، بلکه میگوید مواظب باشید، زیرا هستن افرادی که از محبت شما سوء استفاده میکنن. چطور میدونیم که پولس این رو در نظر داره؟ به خاطر اینه که او کلمه معرفت و کمال فهم را نیز به کار میبرد تا ما را از وجود افرادی که در حقیقت مثل انگل به آدمی میچسبانند آگاه سازه تا از محبت سوء استفاده نکنند. شاید در اینجا این سوال پیش بیاد که عیسی مسیح خود فرمود که به دوست و دشمن محبت کنید. آیا این جمله شما با حرف مسیح مغایرت ندارد؟ دوستان عزیز، البته که مسیح فرمود که همه را محبت کنید و تبعیض قائل نشوید، ولی در عین حال اگر به خاطر داشته باشید او دائما رؤسا و ملایان دینی رو شدیداً مورد انتقاد و حمله قرار میداد و آنها را فرزندان مارهای افعی نیز خواند. حتی آنها را دروغگو و ریاکار و متظاهر خواند و محکوم کرد. چرا؟ چون آنان از محبت خدا سوء استفاده میکردند. بنابراین ما وظیفه داریم که همدیگر را البته بدون چشم داشت و بدون ریا با محبت آسمانی دوست داشته و محبت کنیم، اما اجازه ندهیم که مردم از این محبت خدایی سوء استفاده کنند. نه فقط حضرت پولس از خدا تمنا می کند که قلب ایمانداران را از محبت آسمانی پر کند، بلکه دعا می کند که آنان در عالم روحانی نیز رشد و نمو کنند. دوست عزیز، وقتی که شما با ایمان آوردن به عیسی مسیح زندگی پاکی را برمیگزینید، وارد عالم معنویت میشوید و به اصطلاح کتاب مقدس صاحب تولد تازه میشوید. به دنیای ابدیت و جاودانه وارد میشی، اما لازم است که در این عالم روحانی رشد و نمو کنید. درست همانطوری که در این زندگی ما باید رشد و نمو کنیم تا به سوی کمال و موفقیت قدم برداریم، به همان نحو نیز لازم است در عالم معنویت رشد نموده تا بتوانیم چیزهای روحانی رو بهتر بفهمیم و به خداوند نزدیکتر شویم و صفات و سیرت خدایی رو عملاً در زندگیمون آشکار کنیم. پولس رسول سالها در عالم روحانیت زندگی کرده و بر اثر مشارکت و تغذیه روحانی با عیسی مسیح صاحب فهم و فطانت معنوی بسیاری شده بود و حالا دعای او این است که ایمانداران شهر فیلیپی نیز در عالم معنویت مثل او رشد و نمو کنند، بچه باقی نمانند بلکه بزرگ بشن و رشد کنند. او حسود نمیشه اگر آنها نیز مثل خودش در کلام خدا فهمیده باشند و رشد و نمو کنند. و ای عزیزان، این دعای ما برای شما نیز می باشد. دعا می کنیم که نه فقط از محبت خداوند لبریز بشید تا دیگران را از محبت خالص و بی‌ریایی که خدا بهتون داده محبت کنید، بلکه امروز در عالم معنویت نیز رشد کنید و بچه نمانید. شاید بپرسید من به مسیح ایمان آوردم، من صاحب تولد تازه شدم، حالا چطور میتونم رشد روحانی رو داشته باشم و چگونه میتوانم مثل پولس رسول ایمانم را قوی کنم؟ دوست عزیز، خدا را شکر که این اشتیاق رو داری. هر قدمی که به سوی مسیح بردارید صحبت از رشد کردن و قوی شدن ایمانتون خواهد کرد.
بهترین راه برای رشد تغذیه روحانی این است که غذاهای خوب که عامل رشد روح می شود را به دست بیاورید. همانطوری که غذاهای خوب عامل رشد و نمو جسمتون میشه، به همان نحو غذای روحانی عامل رشد ما میشه و غذای روحانی ما کلام خداوند است. صحبت کردن با خداست یا دعا و اطاعت کردن از او. کلام خدا را هر روز بخوانید، در آن تفکر و تعمق کنید، از دستوراتی که خداوند در کلامش فرموده است اطاعت کنید و با او هر روز دعا کنید یا صحبت کنید. خدای یکتا را همانند پدر روحانی خود بدانید و در نتیجه تمام مسائلی رو که در زندگی با آن روبرو هستید با او در میان بگذارید. کلام خدا غذای روح و روان است. وقتی آن را می‌خوانید از روح قدوس الهی بخواهید که مطالب را براتون مکشوف کنه و به شما تعلیم بده و شما را در درک کلام خدا یاری بدهد. از معلم آسمانی طلب کنید که کلام را به شما آشکار کند. آن وقت کم کم به حقایق عالم ربانیت پی خواهی برد، رشد خواهید کرد. من از تجربه خودم میتونم در این مورد شهادت بدم که دفعه اول که کتاب مقدس را خواندم خیال کردم همه چیز رو فهمیدم و آن را به کناری گذاشتم. اما پس از مدتی بار دیگر که خواندم دنیای تازه‌ای برام مکشوف شد و الان که شاید بیش از 50 بار کلام خدا را خواندم، باور کنید دوستان عزیز انگار هنوز هیچ چیزی نمیدانم، زیرا هر بار که آیات را میخونم متوجه میشم که روح خدا دنیای دیگری را در برابر من آشکار میکنه، مطالب تازه‌ای رو در برابر من باز میاره که اون آیه معنی خاصی میده. دنیای عالم ربانی آنقدر وسیع و آنقدر عظیم است که تا ابدیت ما قادریم از خالق خود درس‌های عجیب و شایسته یاد بگیریم. پولس از خدا میخواهد که مسیحیان شهر فیلیپی در عالم ربانی رشد و نمو کنند و دوستان این نیز آرزوی نهایی ما برای شما می باشه و برای این کار حاضریم هر کاری که از دستمون بر بیاد براتون انجام بدهیم، چون میدانیم بسیار پرجلال و فیض بخش است. وقتی که شما در عالم روحانی رشد کنید، آن وقت به مراتب بهتر می توانید ببینید که خوبی چیه، بدی چیه، یعنی صاحب قوه تشخیص خواهید شد. آن وقت قادر هستید که بین خواست خدا و خواست انسانی و نفسانی خودتون، بین چیزهای روحانی و چیزهای جسمانی تفاوت قائل بشید. قوه تشخیص به شما داده خواهد شد که می توانید اعمال خوب، افکارهای نیکو را از بد تمیز بدهید. مقصود پولس در آیه 10 همین است که میگوید من میخواهم شما در عالم روحانی رشد کنید، چون دلم میخواهد فرق بین خوب و بد و درست و نادرست رو خیلی واضح ببینید و ظاهر باطنتون رو طوری پاک کنید که هیچ کس نتواند از حالا تا روز آمدن خداوند ما عیسی مسیح در شما عیبی پیدا کند. یک بار دیگر پولس در این آیات توجه ما را به بازگشت ثانوی عیسی مسیح که امید آنها و امید ما می باشد مبذول می دارد و به داور بودن او بر عالمیان نیز اشاره می کند. و دوستان عزیز، خدا را شکر که مسیح زنده دوباره به این جهان می آید و این امید مسیحیان بوده و هست که منجی عزیز و تنها منجی زنده بشریت دوباره به این جهان خواهد آمد و آن وقت ما را که به او وفادار بوده ایم برای همیشه از شرارت حفظ خواهد کرد. حضرت پولس در دعای خود یک درخواست دیگری رو برای ایمانداران شهر فیلیپی به درگاه خدا می آورد که در آیه 11 مکتوب است. می گوید تا پر شوید از میوه عدالت که به وسیله عیسی مسیح برای تمجید و حمد سپاس خداوند است. میوه عدالت که مقصود از میوه عدالت همان میوه روح القدس، یعنی ثمرات روح الهی. به زبان دیگر حضرت پولس میگه دعای من این است که خدا شما را از ثمرات روح پر کند، زیرا اگر روح خدا در قلب و فکر و وجود شما باشه لاجرم ثمرات شایسته روح که محبت و خوشی و سلامتی و حلم و نیکویی و تواضع می باشد رو در خود خواهید داشت، یا این صفات نیکو جزئی از ذات و شخصیت شما می گردد و آن وقت عملا نشان خواهید داد که شما خدا پرست هستید. مردم شاهد اعمال نیکو و زندگی شایسته شما میشن و در نتیجه خدایی را که میپرستید شکر میکنن. میفرماید از خدا برای شما التماس و تمنا میکنم
که همیشه مشغولان کارهای خیر و نیک و خوبی باشید که آشکار می کند شما فرزندان خدا هستید و در نتیجه باعث ستایش و جلال خدا میشه. و البته این نیز دوستان باز خواسته ما برای شما عزیزان می باشه که امیدوارم هر روز به وسیله روح خدا هم شما و هم ما هدایت بشیم و ثمرات روح را عملا در زندگی خودمون آشکار کنیم تا نام پرجلال خدا یکتا را در این عالم آلوده جلال بدهیم. از آیه 12 پولس رسول نشون میده که چگونه اتحاد و دوستی و محبت و علاقه بین ایمانداران و او عامل تبشیر بشارت انجیل مقدس گردیده است. یعنی اتحاد ایمانداران همیشه باعث پیشرفت کلام خدا در قلب‌های مردم شده. از آیه 12 الی 15 براتون میخونم. میگوید اما ای برادران میخواهم شما بدانید که آنچه بر من واقع گشت برعکس به ترقی انجیل انجامید، به حدی که زنجیرهای من آشکار شد در مسیح در تمام فوج خاص و به همه دیگران، و اکثر از برادران در خداوند از زنجیرهای من اعتماد به هم رسانیده بیشتر جرأت میکنند که کلام خدا را بدون ترس بگویند. از لابلای این جملات میتوان چنین برداشت نمود که وقتی پولس در روم و در زندان امپراتور محبوس بود، مسیحیان شهر فیلیپی شبان یا کشیشی خود را یعنی اپافرادیتوس را همراه با نامه‌ای به حضور پولس میفرستند و چنین برمیاد که آنها در نامشون نه فقط به خاطر زندانی بودن پولس افسرده بودند، بلکه نگران این هستند که دیگر پیام انجیل بشارت داده نشود و پولس که زندانی شده بشارت انجیل متوقف بشه. ولی پولس در پاسخ به چنین سوالی یا فکری میگه که ای برادران عزیز، میخوام این را به شما بگم تا شما نیز این رو بدونی که هرچی برای من اتفاق افتاده، یعنی زندان بودنم، در حقیقت کمک موثری به پیشرفت مژده انجیل مقدس شده و بدین وسیله پیام مسیح به همه جا میرسد، چون همه آنهایی که دور من هستند با تمام سربازان گارد امپراتور به خوبی میدانند که مرا به این خاطر زندانی کردند که یک مسیحی هستم و زندانی بودن من باعث شده خیلی از مسیحیان اینجا نیز حتی ترس را از دستگیر شدن که داشتن از خودشون دور کنن و حالا بدون ترس بشارت انجیل رو بدن و میدانم این به خاطر زندانی بودن من و صبر و تحملی است که به آنها جرأت داده شده تا بشارت انجیل رو برسونن. دوستان عزیز، برای اینکه این آیات رو بهتر درک کنیم لازم است که این اطلاعات رو به شما بدم. در زندان امپراتوری روم که پولس زندان بود، او رو به یک سرباز رومی زنجیر می‌کردند. حالا هر 4 ساعت این سربازا شیفتشون عوض می‌شد، یعنی در ظرف 24 ساعت لااقل پولس با 6 سرباز گارد امپراتور زنجیر می‌شد و صحبت می‌کرد. و همونطوری که می‌دانیم قبل از اینکه پولس شهید بشه در حدود 2 سال تمام پولس در زندان روم بود. و در این ایام خیال میکنید پولس با سربازانی که به او زنجیر میشدن درباره چه صحبت میکرد؟ مسلماً درباره انجیل مقدس. حسابش رو بکنید، چندین سرباز پیام مسیح رو میشنون. در نتیجه این زندانی بود که پولس موفق میشه پیام انجیل مقدس را به قصر امپراتوری روم بیاره و گروهی از سربازان ارشد و از افراد امپراتور مسیحی میشن که البته این باعث خشم امپراتور میشه، چون وقتی امپراتور متوجه میشه که عده‌ای از بزرگان مملکت در برابر او دیگه زانو نمیزنن و او را مثل خدا نمیپرستن بسیار عصبانی میشه و بعداً دستور میده که همه آنها رو بکشن. اما حالا پیام انجیل در قلب مرکز امپراتوری روم نفوذ کرده بود و مردم را از پرستش انسان و بت باز می‌داشت. در تاریخ همونطوری که عرض کردم آمده وقتی امپراتوری روم فهمید که بعضی از صاحب منصبان او به مسیحیت گرویدن بی نهایت خشمگین میشه و آن وقت امر میکنه که آنان را با زن و بچه هاشون در میدان شهر و در برابر چشمان مردم جلو حیوانات درنده بیاندازن تا برای دیگران درس عبرت بشه و مسیحی نشوند. اما جفا و ظلم و حتی مرگ نتوانست مانع توسعه پیام خدا یکتا بشه و مردم وقتی شهامت مسیحیان را می دیدن خود نیز ملزم شده به سوی مسیح می آمدن و همین نفرت و خشم امپراتور بود که سرانجام امر می کند خون پولس بیگناه را که به خاطر بشارت انجیل در زندان بود
بریزن و او را شهید کنند. حالا پولس به مسیحیان شهر فیلیپی میگوید خیال نکنید که چون زندانی شدم دیگر پیام انجیل مقدس پخش نمیشه و بشارت حیات بخش خدا به سمع مردم گمراه نمیرسد. خیر، اتفاقا اسارت و یا زندانی بودن من باعث تکثیر پیام انجیل مقدس شده و حتی آن مسیحیانی که در روم زندگی میکردن و از ترس بشارت نمیدن، حالا میبینن که شهامت من چقدر زیاده، آنها نیز صاحب این قدرت شده، دل و جرأت پیدا کردن و دارن بشارت میدن. دوستان عزیز، در کلام خداوند نشون میده که چقدر ما میتونیم در ایمانمون نسبت به عیسی مسیح قوی باشیم و یا ضعیف. ولی حقیقت اینه که هر وقتی که ترس در ما غلبه میکنه و یا از انسانها به خاطر ایمانمون میترسیم و میترسیم که مبادا فلانی اینطور فکر کنه و در نتیجه ایمانمون رو منکر میشیم و یا حتی اون رو پنهان میکنیم، کلام خدا میگوید که شیطان موفق شده در قلبتون کار کنه. میگه نگذارید شیطان در شما نفوذ کند. ترس را از خود دور کن، شک را از خود دور کن و با اعتماد به خدا یکتا خدای زنده زندگی خودت را در ایمان به مسیح ادامه بده تا بدونی که مسیح زنده با شماست و قوت او شما را احاطه کرده است. من برادرتون کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که در عالم معنویت رشد کنید و محبت خدایی در قلبتون باشه تا بتونید دیگران را نیز محبت کنید. خدا یارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.